انستیتوت تعلیمات تکنیکی و مسلکی ولایت پروان به هدف بلند بردن ظرفیت کاری مجاهدین در این ولایت قرار است بیش از 1000 مجاهدین را در رشته اداره و مدیریت به مدت 2 سال تحت آموزش قرار دهد. در 10 اینستیتوت خود که مربوط ولسوالی های ولایت پروان و مرکز میشه ما مجاهدین را جذب داشتیم که تقریبا بالاتر از 1000 مجاهدین پیش ما در اینجا ثبت نام کرده و ما انشالله که در راستای پیشرفت ارتقای ظرفیت از اینها در رشته اداره و مدیریت برای از اینها تعلیم میدیم. در این حال مسئولین حین افتتاح این برنامه میگویند که دین اسلام انسان را قبل از هر چیزی تشویق به آموختن علم نموده است و به این منظور امارت اسلامی زمینه‌های آموزش را برای بازماندگان از تحصیل فراهم کرده است. امروز جهان که کدام ترقی کرده در عرصه ساینس و تکنولوژی از مواد عقلش به نتیجه رسیده مگر 1400 سال پیش در عرصه هدایت الله متعال دفاع دین دفاع اسلام و مسلمان بغیر از ممکن نیست، بغیر از علم، بغیر از مسلک و تکنیک آموختن از فرض است. حاضری بدید نبادا که خدا نخواسته باشد بیشتر مولوی ما عرض کرد که شما اسناد بگیرید اسناد بی‌عدل باشد، اسناد هم بگیرید اسناد با عدل باشد. از سوی هم شماری از مجاهدین با ابراز خرسندی از این اقدام رهبری امارت اسلامی تعهد می سپارند که در راستای فراگیری علم و خدمت به مردم پابند خواهند بود. نن الحمدلله دا ورځ را رسیدلې چې موږ ته مشرانو دا زمینه برابر کړه چې دلته موږ ته یو سم برابر کی او مجاهدین دلته درس پکې وایي نو د دې مظلومه ملت د لپاره موږ د خدمت جوګه وګرځو. ډېر د خوشحالۍ ځای دی ځکه چې ډېری مجاهدین تحصیلات نیمه وو لکه د 12 پورې له 14 پورې او اوس ورته د زمینه برابر شوې چې هم وظیفه کولی شي هم د وظیفې نه وروسته درسو ته خپل آماده دی او ادامه به ورکړي انشاءالله. گفتنی است که ریاست معارف قبل از این نیز بیش از 1500 تن مجاهدین را در مکاتب شبانه تثبیت سویه نموده و در صنف‌های 11 و 12 مصروف آموزشند.